اما قدر علم کی معلوم میشه، کی برای آدم واضح میشه؟ زمانی که از این دنیا بروه. الى جنت الله زوف الشهید وحی الشهید باحلى نشید. تا وقتی که موجود است آدم قدرش نمیفهمه. علما یادتان باشه روح جامعه است، حیات جامعه وابستگی به علما داره. تا وقتی که علمای ربانی، علمایی که از دو مصدر وحی بری تو فتوا میده، بیان و تقریرش از دو مصدر وحی است، کتاب الله و سنت رسول الله، اینطور علما موجود باشه امت گمراه نمیشه، امت فریب دشمن نمیخوره، امت گاهی هم دوستی را با کفر قطعا نمیکنه، تاویلات نمیکنه، آن چیزی که حق است بیان میکنه. اینطور علما خیلی کم پیدا میشه در طول تاریخ. كمثل العبيد أخي صانع المجد ها قد ربح